سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به خبرهای مهم این هفته از چینل کابل وقت. شرکت برشنا در طی هفته دوم ماه حمل از 12 ولایت کشور 49 میلیون افغانی و 292,309 افغانی عواید صرفیه برق را به دست آورده است. با گزارش آژانس باختر، این شرکت با نشر خبرنامه گفته است که این عواید از سوی مسئولان آنان در 12 ولایت کشور طی هفته دوم ماه عمل سال روان جمع آوری شده است. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداره ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان، امروز با جهاد اورگینای سفیر ترکیه در کابل دیدار کرد. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا با آژانس باختر، در این دیدار نخست سفیر ترکیه در کابل پیام تبریکی عید سعید فطر را از جانب دولت و ملت ترکیه خدمت مقام و معاونیت اداره ریاست الوزرا تقدیم کرد. ملا عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، گفته است که برای پروژه های مدیریت آب کشور شماری از بودجه پروژه های انکشافی در نظر گرفته شده است. با گزارش آژانس باختر، ملا عبداللطیف منصور در صحبت با کارکنان وزارت انرژی و آب گفت که در سال پیش رو شماری از بودجه انکشافی برای پروژه های مدیریت آب مد نظر و کار آن پروژه هایی که از سال قبل باقی مانده است نیز تکمیل خواهد شد. مسئولان ریاست زراعت در سرپل 700 هکتار زمین را از وجود حشره ملخ پاکسازی کرده است. با گزارش آژانس باختر، وزارت آبیاری و مالداری در خبرنامه نوشته است که برنامه پاکسازی زمین از وجود ملخ در ولسوالی‌های آسانچارک و گوسفندی سرپل از سوی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری این ولایت آغاز شده است. تشکر از توجهتان به خبرهای مهم این هفته. تا خبرهای مهم هفته بعدی، الله یار و مددگارتان.